تا امروز داشتیم از زیبایی های سوئد میگفتیم، از هوای خوبش توی تابستون و از اینکه چقدر زیباست و چقدر خوبه. اما از امروز میخوام از بدیهای زمستون سوئد و اینکه چقدر روی سلامتی روان مردم میتونه تاثیر بذاره براتون بگم. با من همراه باشید. یعنی ساعت 10:15، نه تقریبا ساعت 11. هنوز هوا واقعا روشن نشده. هوای مه گرفته، تاریک، ولی زیاد سرد نیست. این زمستون وحشتناکی که شما در موردش توی کتاب ها میخونیم، زمستون قطبیه، زمستون سوئد. ساعت 9:30 امروز هوا روشن شده تقریبا. از بدیهای زمستون سوئد یکیش اینه که هوا بعد از ظهر تقریبا ساعت 3:30، وقتی هم که هوا آفتابیه 4:30 تاریک میشه. یعنی وقتی که میگم تاریک منظورم اینه که شب میشه و خیلی دیر آفتاب طلوع میکنه. صبحها ساعت بین 8:30 تا بعضی روزا که خیلی ابریه 9:30 هوا تاریکه. بریم ببینیم که هواشناسی چی میگه. طور که میبینید امروز ساعت 3:30 عصر هوا تاریک میشه. زمستونش خود بهشته و زمستونش خود جهنم.